اگه ستار میتونست با همون صحبت کنه، اگه میخواستیم صدای موسیقی بدون کلامش رو بشنویم، چه حسی داشت؟ گوش کن. که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. امیدوارم شما هم مثل من چشماتون رو بسته باشید. اگه چشماتون رو نبسته بودید ویدیو رو از اول تماشا کنید. اینجا صدای موسیقی رو میشنویم، صدای موسیقی ایرانی از دل ستار. اگه از این محتوا خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حمایت یادتون نره.